سلام خدمت مردم شریف ایران. سلام عرض خیلی می‌کنم مخلصم خدمت همه همیهنان متاسفم که عزیزانم. چند روز پیش برنامه بازمانده پخش شد و اون از اتفاق تمام افتاد ملت که ایران همه رو عذر ناراحت می‌خوام کرد و بابت خیلی اتفاقاتی اتفاق که بدی در بود. برنامه منم بازمانده مثل افتاده و همه همه ما رو ناراحت مردم کرد. شریفمون از اون اتفاق ناراحت شدم. واقعا سر ضبط اون قسمت ها من نبودم، با اینکه سر ضبط اون قسمت ها من نبودم و قسمت پایانی هر قسمت رو من اجرا می کردم، باز هم لازم دونستم به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه بازمانده از مردم شریف ایران که دلشون شکست و مکدر شدن عذرخواهی کنم. میدونید که حق کاملا با شماست و من به سهم خودم به خاطر مسئولیت سنگینی که در قبال شما، خودم و ایران عزیزمون دارم قطعاً باید توجه و دقت بیشتری میکردم. امیدوارم شما هموطنان عزیزم منو بابت این اشتباه ببخشید و بدونید شما و ایران عزیزمون رو چقدر دوست دارم. خدا نگهدارتون باشه.